اپا جان، به زبانی که توان گفت تو را می گویم، به زمانی که توان رفت تو را می جویم. جمله ها لال و عاجز بیانند، ولی بنده به تبریکی تولد به زمان خوشیت می گویم. این تبریکات بخشیده می شود از نام حاجی ابوبکر، بخشیده به میلاد اپای عزیز و مهربانش مریم خان. سلام اپا جان، سراول میلاد خجسته عمرتان را از نام خود و بعداً از نام یک دادر عزیز و مهربانتان حاجی ابوبکر برایتان صمیمانه و عارفانه و با احترام مخصوص و خاص و صمیمی تبریک و مبارکباد میگویم. واقعاً بودن شما بر این یک انسانی کامل و دست به خیر و به ایمان و خدا ترس و نیک و نیک سیرشت و پاک دل در کنار آنها خود یک دولت و خوشبختی است. و حاجی ابوبکر نیز خوشبخت از آن بود که با شما شناس است و احترامتان را تو به دیده ها دارد. واقعاً از شما خیلی حرف زد، بی اندازه تعریف شما را کرد، تعریف نیکی، دست به خیری، مهربانی و بهترین بودنتان را. او شکر کرد خدای را که شما را با هم شناس کرد، مثل یک اپا، مثل یک شخصی نزدیک و یک نفری بهترین و انسانی قدردان و به همتا دوستتان می دارد و احترامتان را دارد. من با اپای مریم خان طولی 3 سال می شود که شناسم و مثل یک اپا رفت و دارم. همین گونه شروع کرد حاجی ابوبکر. او با وجود یک زن بودنش اراده قوی، ناموس مردانه و قلب مهربان و بی‌کینه و پاک دارد. شاید از همین سبب باشد که هر نفری که او را می شناسد به اندازه دوستش می دارد و احترامش می کند. فکر می کنم جای او بودن و مثل او رفتار کردن کاری هر کس نیست. شخصا او را مثل یک اپای واقعیم دوست می دارم. از روی خصلت‌های نیک و رفتارهای مردانه‌اش من افتخار می کنم که با او همکاری دارم و می شناسمش. در حقیقت یک زن شجاع و با ایمان و خدا ترس با دل مهربان است. پس امروز با احترام مخصوص برایش می خواهم بگویم: اپا جان، اپای به همتا و نوتکرار و نویاب ما، جشن میلاد روزتان مبارکتان باشد. اپا جان، اپای مهربانم، میدونی که احترامت نزدم تا کدام اندازه بالا است؟ تا اون اندازه‌ای که گه جای محبتی هم اپا و هم یک دوست را پر میکند. پس خوب که هستی، انسانی نوتکرار، انسانی بهترین، انسانی نویابترین. همیشه دعا میکنم که سرت درد را نبیند اپا جان. بگذار همیشه باش، برای خودت، برای دوستانت، برای نزدیکانت و برای ما. همیشه سالم و صحتمند و خوش و خوشبخت باش. امروز بهانه شد تا احساسی داشتم رو برایتان بدین وسیله بگویم و بفهمید و بدونید که تا چه اندازه مثل یک اپا دوستتان می‌دارم. بدونید که هستیتان برای خیلی کسها خوشبختی و شادی می‌آورد. من برای تمام دستگیری‌های کرده‌تان، برای تمام خوبی‌ها و نان و نمک‌های داده‌تان با تمام قلب و وجودم منت دارم اپا جان. میلاد روزتان مبارکتان باشد.
سرسبزی و شادیتان، خوشنودی و سعادتمندیتان، خوشبختی و دراز عمریتان، تنصیحتی و سالمیتان، خوشروزی و نکویی و هستی و نیکمندیتان دعای همیشگی من است. بگذار اپا جان، چشم بدی دشمن از سرتان دور باشد، خوشبختی هر دو عالم نصیبتان باشد. بگذار همیشه چون زیبا و خوشروز باشید، هر لحظه زندگیتان سراپا پر از شادی و خوشبختی و خاطره های بهترین باشد. همیشه لبخند بر لبانتان، عشق در قلبتان، لطف در نگاهتان، محبت در چهرهتان، بخشش در رفتار و حقیقت در زبانتان جاری باشد. بازم این روزی فیروز و زاد روزتان بود مبارک.